ارزش بر پایه کار که بهش میگن Labor Theory of Value یا تئوری ارزش بر پایه کار. مثلا نبوغش در این بوده که درک بکنه که نیروی کار یک کالای استثنائیه که بیش از ارزش خودش میتونه ارزش تولید بکنه. ارزش خودش چیه؟ عبارت از اینه که بتونه خود و خانوادهش رو به حیاتشون ادامه بدن، یعنی نیازهای اولیه خود و خانوادهش رو با اون مزدی که میگیره در حقیقت تأمین بکنه، که ما میدونیم خیلی از مواقع از اونم پایین تر میره، یعنی از حد اقل فیزیولوژیک هم پایین تر میره. حالا نمیخوام وارد تئوری مزدها بشم، این مزد به اصطلاح چیزشه، کاملشه، هر شود که در حالی که میگه که نه، ارزش اضافی تولید میکنه کارگر و در نتیجه کار لازم فقط به اصطلاح سرمایه‌دار فقط مقدار کار لازم رو برای اینکه ساعات کار روز یا روز کار به اصطلاح day labor دو بخشه، یکی کار لازمه، اون چیزی که به کارگر داده میشه، و یکی کار اضافیه، اون چیزی که بعد از اینکه به اندازه مزدش بهش داده شد کار اضافی که ارزش اضافی باشه. به هر که من باز کردم که در حقیقت کلاسیک ها و دنبالش که مارکس باشه یک تئوری دارن راجع به در حقیقت ارزش. اگر ما به تئوری ارزش اضافی و این که کارگر نعم زندگی رو به وجود میاره ولی سودش نصیب غیر میشه، که این پایه های از خود بیگانگیه در واقع، برای اینکه از زمانی که به اصطلاح همینایی که به اصطلاح قبلا هم دهقان بودن، هم کارگر بودن، هم فروشنده بودن، وسایل تولیدشون در دست خودشون بود، گرچه بسیار عقب افتاده و اولیه، ولی از اینا سلب مالکیت میشه و وسایل تولید در دست غیر میفته و ریشه های از خود بیگانگی هم در همینه. و اگر چنین باشه و در واقع استثمار انسان از انسان وجود داشته باشه، این یه مسئله سیاسی به وجود میاره، بنابراین اقتصاد سیاسی خواهد بود. به همین دلیله که در برابر این من تئوری دیگه ای رو مطرح کردم که مارژینالیست ها باشن، لیبرال دموکراسی، یا در واقع حالا ببینیم چرا سیاسیه و نه اقتصاد، بلکه اقتصاد سیاسی. این حالا دنباله داره. همینطور که عرض کردم، اونهایی که تئوری های در حقیقت سرمایه‌داری لیبرال رو بنیانگذاری کردن، در درجه اول جان لاک، ادموند برک، هربرت سپنسر، جرمی بنتهم، اینا بعداً میان، ولی در رأس اینا جان لاک هستش. و البته اصحاب دائره المعارف که من اسم بردم، مونتسکیو، ولتر، و بعدش در آلمان کانت و هگل هستن. اینا در حقیقت تئوریسین های اصلی و بنیانگذاران در واقع تئوری های نظام سرمایه‌داری هستن، که ما اینا رو باید تشخیص بدیم که دیدگاه های اینا واقعا چیه و چرا ما صحبت از اقتصاد سیاسی میکنیم. برای این مسئله من لازم دیدم که روشن بشه چرا اقتصاد فقط اقتصاد نیست، بلکه اقتصاد سیاسیه. و سیاست عرض کردم که سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر و در حقیقت اعمال زور یک طبقه بر طبقه دیگره.